ای نفس سرگردانم، آیا گمان میکنی خواندن نماز و وظیفه عبودیت و بندگی بیفایده و بی نتیجه است؟ و یا اینکه پاداش آن اندک و ناچیز است که باعث دلتنگی و خستگیت می شود؟ حالان که اگر شخصی اندکی پولی به تو بدهد و یا تو را بترساند، از صبح تا شام بدون وقفه و خستگی به کارت ادامه خواهی داد. نماز بهترین قوت و آرامش برای قلب عاجز و فقیر تو در این مهمانخانه موقتی دنیا است و غذا و نوری است برای منزل قبرت که بدون شک رهسپار آن خواهی شد، و مدرک و براءتنامه است در میدان محشر که بدون تردید محکمه و دادسرای تو خواهد بود، و روشنی و براق است بر سر پل صراط که چه بخواهی و چه نخواهی از آن خواهی گذشت. آیا چنین نمازی بی فایده و بی نتیجه است؟ و یا اینکه اجر و پاداش آن اندک و ناچیز است؟